امروز میخوایم با هم دیگه یه خورشت قوره بادمجون خیلی خوشمزه درست کنیم. تا آخر با من همراه باشین تا یه خورشت خیلی خوشمزه و جا افتاده رو با هم دیگه درست کنیم. این قوره بادمجان یه غذای سنتی خوشمزه است که میتونید هم با مرغ یا هم با گوشت درست کنید و ما امروز داریم با مرغ آموزش میدیم. مواد لازم: مرغ 2 تکه که ترکیب ران و سین است، بادمجان متوسط 3 عدد، پیاز خرد شده 1 عدد، گوجه 1 عدد، قوره 3 قاشق غذاخوری، رب 1 قاشق غذاخوری، فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، نمک 1 قاشق چایخوری و زعفران هم حدوداً 1 قاشق چایخوری. میتونید در آخر از آب لیمو ترش هم استفاده کنید، ولی چون اینجا ما قوره استفاده میکنیم اگه بخواید از آب لیمو استفاده کنید یکم غذاتون رو به ترشی میره. برای شروع مرغمون رو با ادویه هامون یکم تفتش میدیم. اینجا من گذاشتم روغنم داغ شده، مرغمو اضافه میکنم به روغن. به همراه ادویه و نمک. بذارید مرغتون کاملا سرخ بشه. خب اینجا مرغمون سرخ شده، از توی روغن در میاریم. و پیازمون رو به روغن اضافه کنیم. پیازمون کاملا اینجا سرخ بشه، همینقدر یکم تفت خورد و سبک شد رب رو اضافه میکنیم. بادمجونا رو هم جداگانه سرخ میکنیم و کنار میذاریم. اینجا حتی میتونید از یکم ادویه یا گوشتاره مرغ هم استفاده کنید. خب من اینجا بادمجونمو جداگونه سرخ میکنم و تقریبا آخرای پخت خورشتم به مرغم اضافه میکنم. اینجا پیازم تفت خورد، ربو بهش اضافه کردم، تفت دادم و حالا این مواد رو به مرغم اضافه میکنم. اینجا من گوجه هامو دارم جداگونه سرخشون میکنم. بعد از اینکه موادم رو سرخ کردم و ریختم روی مرغم، گوجه هامو جداگونه توی مایکاوه سرخ میکنم. اینجا موادم رو تفت دادم، ریختم روی مرغ و الان آب اضافه میکنم و میذارم مرغم کاملا بپزه. در اواخر پخت مرغم بادمجونامو به خورشتم اضافه میکنم. اینجا دارم بادمجونامو سرخ میکنم. بادمجونامو رو جداگونه سرخ میکنم، کنار میذارم و اواخر پخت مرغم به مرغم اضافه میکنم. خب من اینجا مرغم پخته، قوره و زعفرانمو اضافه میکنم. شما میتونید حتی موادتون رو کنار هم بچینید و توی فر بذارید تا کاملا برشته و پخته بشه. در ظرفتون رو بذارید. من بادمجونم رو جدا پختم، آخر سر کنار هم دیگه تقدیم شده نشونتون میدم. خب
اینجا میتونید بادمجونتون هم به این مواد اضافه کنید ولی من دوست دارم موادم رو تو فر بذارم، برای همین مرغ و بادمجونم رو تو ظرف مورد نظرم میچینم و فر با درجه 180 به مدت 20 دقیقه میذارم تا مرغ هم برشته بشه. خب من اینجا مرغم رو جداگونه پختم، بادمجونم رو سرخ کردم و جداگونه پختم، ولی برای که خوشمزه تر بشه جدا جدا تو ظرف چیدم، میذارمش توی فر با درجه 180 حدود 20 دقیقه تا سس غذامون غلیظتر بشه و مزه ها بیشتر به خورده هم دیگه بره و مرغ و بادمجونمون هم یکم برشته بشه. شما میتونید این کار رو تو مایکروویو هم انجام بدید. اینم پور بادمجونمون که آماده شد. امیدوارم که درست کنید و کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. همراه با برنج طالبی که رسیپیشو میتونید تو پستای بعدی ببینید.